ستایش خاص خداوندی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و نور را پدید آورد. اما ناسپاسان برای پروردگارشان شریک و همتا قائل می شوند. او کسی است که شما را از گل خلق کرد، سپس عمری برایتان مقرر داشت که آگاهی از این زمان معین نزد اوست. با این همه شما تردید می‌ورزید. خدای آسمان ها و زمین اوست، هم اسرار شما را می‌داند و هم آشکار شما را و به دستاوردتان آگاه است. و هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشان به سراغشان نیامد مگر آنکه از آن روی گردان شدند. آنها حق را وقتی سراغشان آمد تکذیب کردند، پس به زودی حقیقت اخباری که آن را به تمسخر میگیرند بر آنها نمایان خواهد شد. آیا ندیدند که چه بسیار مردمی را قبل از آنها از بین بردیم، مردمی که قدرتی با آنها عطا کرده بودیم که به شما ندادیم. بارانهای رحمت پی در پی بر آنها فرستادیم و نهرها در زیر پایشان جاری کردیم، اما به خاطر نافرمانی و گناه هلاکشان کردیم و بعد از آنها جماعت دیگری پدید آوردیم.